افسردگی مزمن 5 تا نشونه داره. نشوناشو بهت میگم، ببین چند تاشو داری. اگر 5 تاشو همزمان داشتی یه خورده نگران خودت باش. اگر 4 تا داشتی یه خورده بهتر هستی. 2 تا 3 تا یکی دیگه خیلی بهتر میشی. 1. اختلال در خواب خوبی نداری، یا خیلی میخوابی یا نمیتونی بخوابی، از خواب لذت نمیبری، خواب بهت مزه نمیده، از خواب سیر نمیشی. تو تمام دنیا خواب بلند میشن میگن به بچه صبح قشنگی، تو ایران خواب بلند میشه میگه بازم صبح شد، چون همش صبح میشه. 2. خستگی جسمی، کسالت جسمی، جسمت حس کسلی داره، احساس خوبی از جسم نداری، احساس میکنی همش بدنت کوفته است، یه کلمه حال نداری، همش میگه حال نداری. 3. بی انگیزگی، سر کار برم که چی بشه، دکتر چی بشه، بخونم که چی بشه، ای بابا اینجا ایرانه، اینجا